بله دوستان عزیز، یک دل غمگین دیگه شاد شد. ما مهمان پل ارتباطی میان شما و خانواده هستیم. مادر شما هم قهرمان هستین و خیر باشین. دوستان عزیز، بس 3 ماه این خانواده اسپانسر شد و پول نقدی هم برشان دادیم. پل ارتباطی میان شما و خانواده هستیم. شما میتونین تماس بگیرین و با کمک و دستگیری و شاد کردن دلهای نیازمندا بهشت الله مطالبه دست بیارین، وجدانهایتان آرام میشه. خیلی خوشحال هستیم که یک فامیلی دیگه از سر سرک ای که همیشه وقت در زیر آفتاب و در سرما و گرما می نشست از اون نجات پیدا کرد. و سلام علیکم. خدا حافظ خاله.